سلام، به گالری دلو خوش اومدی. زهرا با محمدی هستم. گلوزی رو میخوام از پایه بهتون آموزش بدم. درسه اول اختصاص دادم به آموزش و معرفی وسایل مورد نیاز برای گلدوزی. البته برای گلدوزی خیلی وسایل زیادی مورد نیازمون نیست و اکثر وسایلی هم که برای این کار میخوام استفاده کنیم تو اکثر خونه ها هست. حالا من اصولی تر خدمتتون معرفی میکنم، اگر چیزی کم و کسی داشتین تهیه کنید. مهمترین وسیله برای کار گلدوزی پارچه است. تقریبا روی بیشتر پارچه ها میشه گلدوزی رو انجام داد، ولی فقط پارچه های کشی مناسب این کار نیستن چون نتیجه مطلوبی بهتون نمیدن. یکی از پارچه هایی که میشه روش کار گلدوزی رو انجام داد پارچه گونی بافته که همونجوری که میبینین بافته تقریبا درشتی داره که گزینه مناسبیه برای گلدوزی کردن. البته شما وقتی که یکم راه افتادین یکم حرفه‌ای تر شده میتونین از این پارچه استفاده کنین برای کاراتون. پارچه بعدی که خیلی گزینه مناسبی هست و هم قیمت مناسبی داره پارچه های متقال هست، یا شما از متقال میتونید استفاده کنید، هم قیمت مناسبی داره، هم انسجام خوبی داره و هم اینکه به غیر از متقال میتونید از پارچه های چلبار هم استفاده کنید. اونا هم گزینه‌های خوبی برای گلدوزی هستن. پارچه های دیگه پارچه های شانتون هستن که رنگبندی مختلفی دارن. شما هر رنگی که بخواین میتونید بگیرین روش گلدوزی کنین. حتی اگه به عنوان لباس هم استفاده شده باشه شما میتونید روش گلدوزی کنید و ازش استفاده کنید. اگر اینا هم در دسترستون نبود شما میتونید از پارچه های پاناما یا از همین پارچه هایی که برای پشت دری استفاده میکنن، پشت های پنجره میزنن، از اونا فعلا برای شروع کارتون استفاده کنید. مورد بعدی نخهای مناسب گلدوزیه. نخهای گلدوزی یه سری هست نخهای عمامه، به اینا میگن نخهای عمامه که با مارک‌های متفاوت توی بازار پیدا میکنین. یه سریاشون هستن خیلی مثل این مدل معمولی هن که قیمت مناسبی هم دارن. میتونین برای شروع کارتون، برای دوختای اولیه تا دستتون راه میفته از این استفاده کنین. بعد از اون این مارک پنگوان هست که نسبتا کیفیت خوبی دارن، برای کاراتون میتونید ازشون استفاده کنید. مارک پنگوان هم نخ عمامش موجوده، هم نخهای کوبلنش. نخهای کوبلن هم که حتما اکثرتون باشون آشنایی دارین. این نخها به این صورت بسته بندی شدن توی بازار. حالا شما بعدا برای راحتی کار خودتون میتونید از بوبین استفاده کنید یا مثل من اینجوری دوره یک گیره بپیچین که راحت‌تر بتونید ازش استفاده کنید. نخها کلا توی بازار هم تک رنگ هستن، هم به این صورت از آب رنگی هن که بعدن که کار کنین خودتون بهتر میتونید متوجه بشین که از کجا باید استفاده کنید. بعد نخهای ابریشمی هستن که خیلی ظریفن، حتی مدل ضخیم‌ترش هم هست، ولی خب اینو برای کار خیلی ظریف استفاده میشن. برای کسایی که خیلی حرفه‌ای هستن تو کار گلدوزی میتونن از اینا استفاده کنن. بعد سوزن احتیاج داریم که سوزنمون رو با توجه به ضخامت نخمون انتخاب میکنیم که هرچی نخ ضخیم‌تر باشه باید سوزنم ضخیم‌تر باشه، پارچه ضخیم باشه، سوزنم باید همونجور به نسبت ضخیم انتخاب کنیم. اگر هم پارچه‌های ظریف و نخ ظریف باشه خب قاعدتاً باید سوزن نازک‌تر استفاده بشه. وسیله بعدی که لازم داریم کارگاه گلدوزیه که کارگاه مدل‌های مختلف تو بازار هست. کارگاه پلاستیکی، چوبی هست، ژله‌ای هست و فلزی که مناسب، یعنی بهترینش کارگاه چوبی هست و ولی کارگاه پلاستیکی مقرون به صرفه تر، قیمت مناسب تری داره. شما برای شروع کار میتونید از کارگاه پلاستیکی استفاده کنید. این کارگاه هم که فلزی هم برای کارهای کوچیک، برای زیورالاتی رو بخوان درست کنن از این کارگاه استفاده میکنن که فعلا شما احتیاج به تهیه این کارگاه نداریم. دیگه وسایل بعدی که میخواد استفاده کنیم یه
نخچینه یا یه قیچی کوچیک برای بریدن نخ لازم دارین. یه خودکار حرارتی لازم دارین که بعدا برای انتقال طرح برای روی پارچه میخوان استفاده کنین، که وقتی که طرح رو انتقال دادین بعدا با استفاده از یه سشوار راحت میتونین خطا رو از بین ببرین. و یه مداد. یه گزینه دیگه هم که لازم هست کاربونه، که البته کاربون رو برای گلدوزی از رنگ سفید و زرد استفاده میکنیم که برای پارچه‌های تیره استفاده میشه. پارچه‌های روشن هم که بعدا بهتون آموزش میدم چجوری طرح رو ما روی کار انتقال میدیم. فکر میکنم که وسایل لازم معرفی شد. انشاءالله وسایلتون رو آماده کنین تا جلسه بعد بریم سر وقت آموزش دوختای اولیه گلدوزی. عزیزان لطفاً کانال ما رو به دوستانتون معرفی کنید. مطمئن باشید که هر اون چی که یاد دارم و بهتون یاد میدم. در پایان آموزش ها شما حتما میتونید طرح‌های خیلی زیبایی رو خلق کنید.